قرآن نماز را علامت و نشانه ایمان دانسته. در وصف مؤمنان خداوند فرمود و یقیمون الصلاة. آری نماز رمز سعادت و خوشبختی است. نماز پیوند مستقیم و مستحکم بندگان مؤمن خدا با خداست. با ترک نماز این پیوند گسسته می گردد. لذا رسول اکرم علیه السلام نماز را ستون دین دانسته. آیا می توان دین بی ستون را تصور کرد؟ آیا می توان تصور کرد مسلمانی ادعای مسلمانی داشته باشه اما با قبله محمدی و مسجد اسلام اون خانه خدا آشنا نباشه؟ آیا میشه تصور کرد مسلمانی چشم سعادت و چشم امید به رحمت خدا دوخته باشه، ترک نماز جمعه کنه و پشت به نماز جمعه